وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که شب 23 مای سال 2022 تخمینا ساعت 23:00 دقیقه راننده افت بورکش تمغه مرسدس بنز امینوف مظفر سال تولدش 1991 ساکن شهر ایسار هنگام حرکت از سمت شهر دوشنبه به سمت شهر مختار در حدود دهه لولزار نویه رودکی از عهده اداره واسطه نقلیات نبر اومده به قسم قفای افت دولان شاکمن که تحت اداره راننده ولیزاده رحمت الله سال تولدش 1992 ساکن نویه جامی قرار داشت برخورد است. در نتیجه راننده مرسدس بنز امینوف جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. راههای تاجیکستان از لحاظ شماره صدمه ها پرخطر شمرده می شوند. تنها در هفته گذشته در راههای تاجیکستان دست کم در 9 صدمه 12 نفر جان باختند. بنا به آمار رسمی سال 2021 بر اثر 1102 صدمه نقلیاتی در راههای این کشور 395 نفر به هلاکت رسیده، 1218 نفر جراحت جسمانی برداشتند.